میگن که با مادر شوهری که میاد پیش عروس داماد میخوابه چیکار کنی؟ هر شب بله. فیلم سریالی تلویزیونی چیزی پخش کنید واسهشون بره بشین پای سریال دیگه. چه کاریه؟ بعضی سوالات جواب نداره فقط. آخه یعنی چی؟ خب مادام مراقب بچه‌هاش باشه. حالا مثلا نه اینکه پسرش تا اون سنش هر شب بغل مامانش شبا میخوابیده. میترسیم پسر فوبیا داره. واقعا میدونیم بعضی چیزا باید لالایی بگه تا بخواه. نه جدی دکتر باید جدی چیکار نیست، کرد؟ ایراده. اینا هم پسر هم بیماریه ما. دیگه، اختلال تمام داره این که موضوعات حالا بخواد جدی صحبت کنیم، تمام موضوعاتی که دال بر وابستگی، دال بر اضطراب‌های جدایی و امجیر بحثاست، اینا نیاز به درمان داره. یه چیزی بگم خیلی جالبه، اونایی که کلاس اولی و پیش دبستانی دارن امسال گوش کنن خواهشاً. تا چند سال پیش توی اساتید بالینی و روانشناسی میومدن بچه‌ها رو بیشتر بررسی می‌کردن که چرا این بچه اضطراب جدایی داره، چرا این بچه نمیتونه از مامان جدا شه، چرا نمیتونه مدرسه بره و حتی بحث روان درمان رو بچه‌ها انجام میشد. الان روانشناسی‌های مدرن، اساتید علم روانشناسی میگن بچه‌ها که اضطراب جدایی داره مشکل مادره، مادر استرسیه، مادر تو سری موضوعات رو پارسو داره میفرسته. این خیلی مشکلاتمون تو مادره، مامان با درمان بشه. این بچه طبیعیه، بچه 5 6 سال 7 ساله طبیعیه، یعنی فطرتاً میتونه جدا بشه، ولی مامان به قدری استرابش بالاست که نمیتونه. تو ظاهر مامان اوکی آقا میگه بچه‌م جدا نمیشه، بعد بچه وقتی مامان گریه جدا میشه حالش خوبه ها، باز مامان میبینه گریه. یعنی اگه مامانو حذف کنیم بعضی وقتا درست میشه. اونایی که بچه‌هاشون وابستن و استراب جدایی دارن حتی تو مست خواب، مامان خورده مشاوره بشه بهتره.